رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله. گاهی اوقات یک بنده یک سخنی را میگه که سخن از سخنایی هست که الله سرش غصه میکنه، الله سرش خفه میشه، الله سرش غضب میکنه. لا یلقا لها بالا. ای آدم به این سخن خود هیچ باک نداره که هرچی از دهنش میبراید میگه. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یهوی بها فی جهنم. لیکن ای آدم سکوت میکنه، میفته به سبب یک کلمه که در جهنم. ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملا صاحب در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا از وهابیان نگاه کن، در ذهن تو وهابی کی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو. انکار کرده نمیتونی، ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی مفهوم و معنای زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت همین موضوع است. دور نمیریم، چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلاشینکوف شیشای مسجد میده کرده، به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از اینکه یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده کدام ورق تظاهرات پیش کرده؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برش نه کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده؟ تو را به الله قسم در می قریه 100 دانه 100 نه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دخترها را میگیره، ادنای اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی؟ اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم، غیرت نداره و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده؟ کلاشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه کجا را زدی؟ شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را؟ از شرابخانه را؟ از رقاصخانه را؟ یا شیشای مسجد الله سبحانه و تعالی؟ بطخاکی بشنو، چارای کمبری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نکن، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر و نمو وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز غلامی این خرگیا این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز با کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی. ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده، الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره، کتاب الله قدر و قیمت نداره، حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چوری قنبر قریه دی عربان، شما را به الله قسم آلی از بچگکت سوال بکو، آلی از دخترکت سوال بکو، تو را به الله قسم مقایسه کو. دعای نان خوردن تا یاد داری یا نه؟ لیکن از بچگک و دخترکت سوال کو که یاد داره یا نه؟ تو یک کمی از الله بترس، نکو ظلم، نکو افواهات، تحقیق بکو. اگر سری دین غیرت داری، مولای متوکل وهابیست، بیا قطمه در خانه زندگی کو، قطمه در درسایم شریک شو، مرا یک دمرسه یابی کو. به الله قسم حاجت به تو نیست که دمه آن چیزی را که خلاف شریعت
پیدا کردی باز بگو مولی سیبینی کارت خلاف شریعت است. ضرورت به تو نیست. من خودم دینی تو در دار میبرم. ضرورت به تو نیست. ولی چرا کلمه انگلیسه تو در زبان گرفتی دعوت داده رایستی و نشر کرده رایستی؟ چرا او کسی که ابو بکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت میگه، او کسی که صحابه را مرتد میگه، از زبان از او کلمه وهابیت گرفته تو نشر کرده رایستی؟ تو غیرت سر دین داری؟ قد لوت من نورها وعندك الموج، هذا الموج استغسل. هذا ولادكم خلي يسمعون براءكم، خلي يسمعون براءكم. العن عمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، دمر عمرهم، دمر عمرهم، حطم عمرهم، نجس عمرهم، نجس عمرهم، صنم عمرهم، عباب كرهم، عباب كرهم. واللي يحبهم، واللي يحبهم طاع لأمرهم، وطاع لأمرهم، وطاع لأمرهم. عثمان العنة، عثمان العنة، عائشة العنة، عائشة العنة، حفصة العنة، حفصة العنة. كل من يحبهم، كل من يحبهم وطاع لأمرهم، وطاع لأمرهم. العن عمرهم، العن عمرهم، العن عمرهم، دمر عمرهم، حطم عمرهم، صنم عمرهم.